خیری دارم به خدمت شما بینندگان عزیز تنزانیم جانو. خوشحالم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستان خوب نازنین آمدیم امروز به بند سوزک به یک جای تفریح جای به نام چشمه خوبان. خیلی بسیار از شما خواهشمندیم که کانال ما رو سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم، هیچ شما دوستان حمایت کنیم. از شما خواهشمندیم که حمایت کنیم. به خدمت شما هستیم، بریم جا و مکان رو به تصویر میکشیم، شما لذت ببرید. همراه ما باشید.
خوش آمدیم. آمدیم به جایی که به شما معرفی کردم. بسیار جای زیبای دیدنی. السلام مانده نباشیم لالا. بخیر سلام. چطور هستیم؟ جوری بخیر. اول شما خوبه؟ جوری سلام. نام خدا چند تا یک گوسفنده؟ 600 است. 600 دونه. یک نفر چپونیم. خب چند حقوق داریم؟ من به مال 10,000. برج 10,000. شب و روزیم. دیگه. خرج شما را میدم. خب اگه گوسفنده یک وقتی به زای مثلا بره چیزی میدم به شما؟ میده. خب سال چند دونه بره بر شما میدم؟ به 10 میش یک بره میده. به 10 تا میش. یک بره. نام خدا. خب ایت رفیق چیزی نداریم یک رفیق داره. او هم هسته. خب بسیار خوب. ایت وقتی شده باشه داخل از این کوه خودی گرگا سر خورده باشه؟ میشه. خب با چه کار کردیم؟ با سگ داره. هسته ایونا با نمیگذاره پیش؟ نه پیش نمیگذاره. تا حال گرگا پیش شما گوسفندم بخورده؟ یک کوسه ده بخور. خب بسیار خوب. گرماست بعضا چپونا داره شما هم داریم؟ دارم. کجایه؟ خونه. به اینجا ناوردیم؟ نه اینجا نه. خب مردم به زی بر میره داخل می قشلاق میره اینجا به چی کار میره؟ اینجا میره میره. اینجا آبشار فکر آبشار. خب. برات گوسفندا اشته خوندن میکنه؟ خوندن نمیکنه. یک خوندن بود. نه یاد ندارم. بریم یک خوندن. نه یاد ندارم. خب تشکر از شما. خوشحال شدیم. جلالا بیاین که خود شما کم اختلاط کنیم مونده نباشیم. فکر کنم شما از طرفا بادغیس نای مونده نباشیم. سلام علیکم از ولایت بادغیس بله. من رقم شما معلومه. خب شما هم خوش آمدید. سعادتمندین. بخیرین. خب ما این به مسیر رو به شهر بریم یا به بادغیس بریم؟ خب از شهر آمدیم. نه از بادغیس آمدیم میتوانیم باز پس برگشت بریم خانه. خب از بادغیس بیام اینجا به میله؟ بله. نام خدا. بسیار خوب. چند وقت میشه چند ساعت میشه آمدیم؟ 1 ساعت میشه. 1 ساعت. بله. خب هم 1 ساعت میارزه که با شما پس ورگردیم؟ آشته نمیزه خیلی ورزش این وقتی خوبی غذای خوبی داره هوای خوبی داره. خب اینا چه کاری شما نه؟ اینا به شما اومه. خب اینا چه کاری؟ به شما. خب بسیار خوب بسیار خوب. همین 3 نفر آمده. بله. خب تا حالا چی لذت بردیم به این مکان؟ یارو بسیار لذت بردیم تو وقتی شاید دیگه مسئله باشه نشه. راست میگی. و منطقه شما میت جای هسته؟ میت جای نیه نه ایتا شیرین باشه و اینجا فضای خوب باشه اونجا هسته که او نیه. خب بسیار خوب بسیار خوب. هر جگه باشه فضای خوب داره. بسیار خوب. تشکر از شما بینندای عزیز. همراه ما باشیم. برادرایی که اینجا میبینیم موتراخ و سکیلا خور میارم استاده میکنم. انمی تاسته بالا میشم رو به طرف می درگه که اینجا فکر کنم که آبشاریه بسیار جای زیبای دیدنیه. بیاین که خود شما بریم همراه ما باشیم. باز هم دوستای نازنین خوش آمدیم. آمدیم دیگه استاسته تراخ و برادران میبینیم و از اینا پرسان میکنیم که اینا به می طرف برم به تفریح یا خیر. امیته که معلوم بشه 50-60 تا موتر همینجا استاده و بالاخره مردم امیته پیاده بالا میشم رو به مسی 100% جا دیدنیه. درسته؟ شما از اینجا هستی؟ ما از اینجا کوچی مالدار است. خونه شما کجا هست؟ خونه من بلندتر است. خونه. خب چیکار میکنیم اینجا؟ اینجا ما همین یک چند تا چند مالداری داریم. من وظیفه ما است. اصلی جای ما پستاده بود طرفای ازبک است. خب چند وقت میشه اینجا؟ یاره تقریبا 2 ماه میشه که 2 ماه. خوشتر میشه؟ اینجا بیخی خوش. بسیار خوبه. ما دستی بچه ها بیاریم بچه شما میگیری تو خور. نه وای کرترا وایز. این بچه ما است. نو کرتا بندیدم. اینا غروتا بنده خود شما دیگه. یاس خود. اینا رو میفروشین؟ اینا میفروشیم. اینا کیلو چند میده؟ اینا کیلو 2.5 ساعت 200 230 220 تا میتونه. یا کاکا اینا چی غروتا؟ نه ایو غروتا. غروت مزه بکنه خوب بوی غروت است. اشته کلیشه اینا. غروت کنه توریش هست. بسیار. اشته بوی خوشی داره. بینندای عزیز غروت واقعا
کسایی که ورود خوش دارم دیگه حال دل اینا او میشه. اینا چی تیار میشه؟ اینا هضمی ورود خب وقتی اینا جوش میده ها بعد اینا در یک شالته میندازی وقتی جوش نمیده بعد اویش میره خب. او در تیلنو نگاه میکنه خب از او ورود او غروتا اینا باز او ورد میداره جوش میده جوش مونه تو جوش میکنه بعد تیره میشه خب امی تو خوب سخت میشه بعد از او اینا بلگان میندازه بلگان که این داخته بعد کارت ور میده امی تو چوکه مونه آخه چیز هم داخل از اینا هسته چی میگن اگر هم چیزای مثل بدیون یا کربیه چی قطعی میکنن؟ اینا اگه مثلا شما هست مخ اینا اگه مردم مستر نمیشه اگه مثلا شما میندازه اینا بعد خوب خوش میاد ما مردم بعد شکر میندازیم خوشمزه واقعا آه. خیلی چیزا خوبیه آه. چرا بعد از سیاه یا بعد از سفید کاکا امی بازی تو شده که خیلی او جالب. تو خورده می که شاخی نشده کمی او آه. تو خورده اینا ایال چند قیمت اینه؟ اینا دانه دار دانه داری دانه داری راست میگی آه. حیفی من اینا رو که میخورن گوشتا جول مو میشه کاکا اگه نسبی از اینا میخریدم 5 لیتر میشه نسبی ها پنج. نسی با که وقت داره پای من نام میگی، واسه میگی. بارجا ندارم تکیسی ما خراب میشه بسیار بسیار تشکر نه نوش جان شما خیر ببینیم تشکر از شما چاش تا خود ما نمیرین شما خدمه برو قربان شما خوشحال شدیم شما رو دیدیم خوشحال شدیم بسیار تشکر نام خدا تفلکا آفرین اینام چپونم بینندای عزیز اینام تفلکا زحمت میکشم هم قرود میفروشم درس هم بخوندیم مکتب رفتیم اینجا فعلا درس نی اینجا مکتب است با وطن خوبه بسیار خوب بسیار خوب همراه ما باشیم دوستا که میریم خود شما ها داخل مو داره خیلی کاکا خوبه خواهش میکنم خدا شفای بده خوبیم پدرمه الحمدلله شان شما خداوند خوبه خدا را شکر شما خوب انشالله شکر زنده باشید انشالله آمدیم تفریح آمده همین ما کوبی آمدیم به دیدن شما بیننده ما خوش دارن که بیایم به میت مکانهای تفریح جای برابری شما از کجا آمدیم مجی کاکا ما اصلی از اناردره خب ما بیامدیم به هیراتیم از هیرات ما مرکز کردیم آمدیم اینجا جای سرد جای مردم ها با سخاوت درخت های میوه خورا به اختیار مردم گذاشته مردم همه گردیم درخت ها دون استفاده من از جای سرد جای خوب اینجا آبشارهای هست که جای دیدنیه که اینا به شهر خیلی کمه چی آب سرد چی آب هوای سرد دیشه ما تیز کردیم که ولا که فهمیده بشه یک ثانیه ترد کرده اگه یک شو نام خدا با نام خدا کمی تو خوب خوش گذشت دیشب اینجی بود دیشب ها امشب مرچه چند موتر بیدیم کاکا 4 موتر بوده نام خدا 4 اولادای هم برارای همه که خانواده همه نماز ها منم به نام خدا هم 4 موتر نماز ها منم بسیار خوب دختر و خداوند دمادام هم نماز ها منم خداوند شما را کاکا توفیق بده که 100 بار دیگه هم از آناردره بیایم به اینجا الله تعالی شما را موفق کنه زنده باشید از بلای زمینی آسمانی شما را حفظ کنه زنده باشید شما ما از دیدن چیره شما خوشحال قربان شدیم شما سلامت آه. باشیم اناردره هم اجی کاکا ما برفتم بسیار جا زیبایه فکر نکنیم اونجا هم شوخی بدانیم نه خیلی جا فکر در جهان 4 تفریح که یک وقت بیاد تو بدین تو بمونه خب بگیم از کس از شما سوال کرد خب اولین تفریح کوه خب این کوه دقیق از کوه که میگذره دریاه به آب باشه خب از دریا میگذره سرسبزیه به باغای اناردره بدید یک طرف برفتیم کل از سرسبزی میگذره مکانه این 4 چیز به اناردره به هیچ جا دنیا نیه واقعا همه تو جایی هست نیه شمال که ایران رفتیم خانه نیه با که کو نیه که کو بود با دریا نیه دریا بود با سرسبزی نیه یکی کم بوده 3 تایی هست 4 تایی نیه فقط این 4 تا به اناردره هست این 4 تفریح خب. به اناردره تشکر اجی کاکا که وقت را بسیار بچه ها گذاشتی. با نمازها دمادا را بالاتر خوبه بیشتر ما آورد هم به اجازه. خدا نگهدار نگهدار شما. خیلی سلام باشه. علیکم. بیایم دوستا که ایت بخول دیگه امی گفتن که دروازه کوچه تنگ میشه میریم اینجا فکر نکنه تو حال کسی آماده باشه انا تصویر برداری کرده باشه که شما مشاهده کنیم بسیار جا زیبایی همراه ما باشه
دوستای عزیز ما اینجا گیپک میبینیم که مونده نباشین. کاکا گیپک شتن خوب سلامتی. اول خوبه؟ شکر. این شطور است که نه؟ شطور اسمه. اوه بله. دونی چند خریدیم اینا؟ دونی 20,000. دونی 20,000. به ارزون هم بستن. گیپک جو آخه به تا تلویزیون کار میکردی چه کار شد اینجا آمدی؟ برندای عزیز گیپک فکر کنم که خاطر ازی که شما حداقل برنامه ازی تعقیب نمیکردیم حمایت نمیکردیم فکر کنم اعصاب خراب بغیر شده. خب مشکلات خود بگو گیپک. خاطر ما کسی تا تلویزیون تا یوتیوب اینا حمایت نمیکنم. من راد یوتیوب اینا اینا کدوم بیامدیم شروع جمع میکنیم. راد اونا رو یله کردی ها؟ بله. و خب خواهش تو چی از بیننده؟ هیچی خود. حمایت کنم تو. بله. خب اگه خود ما حال شطورا یله دی بخزیم بریم دوباره به تو گل میدم بیننده که تو حمایت کنم برنامه تو لایک کنم سابسکرایب کنم درسته؟ بله. ها اگه سبسکرایب لایک بکنم میارین دیگه. اگه نکنم این شطورا جمع میکنیم. خب برج چند ماش میگیری؟ خود مانه. خود شما ها؟ بله. چند تا شطور داری؟ $2. خب گوه من بله نه. گوسفند چی؟ گوسفند هسته. تو گوسفند هم شما نه؟ چند تایه؟ میشه 100 تایی. آفرین پر چشت خود ما سلامت بیا شما بریم. زنده باشی. خدا حافظ که بچه. خدا حافظ. چای خوب ما دیگه آستاسته رو به سر او رسیدیم منطقه آخر او یا اول همین آبشار که نرفتیم منو چون کمی بلندتره. برادرایی که شما مشاهده میکنیم اینا فکر کنم خودم لباسا خو او بیزی میکنم. همه مونده نباشید. سعادتمند هستید مونده نباشید برادر من. شما مونده نباشید. خب سلامت باشین برار. اول که این منطقه کمک سرتر به برج شهر خنوکه. شما خود لباسا خو بیزی میکنیم خدای نکرده یک دم مریض نشیم. نه شکر مریض نمیشیم. هوا بسیار گرمه. خب از کجا اینجا نیه گرم درسته؟ بله اینجا گرم نیست. خب از کجا بیامدین؟ از ولایت بادغیس قلعه. خب بسیار خوب. چند نفرین؟ 5 نفر. 5 نفر. خب از اینجی مردم بادغیس میرن به تفریح شما بادغیس بیامدین به اینجی؟ همین تو طبیعت ایدم. دیگه باز اینجا دقیقا. آب خوبان. دقیقا. برار بزو آبشار هم برف کدوم مسیر کار شد؟ ما پایین بازی کردیم. بلند خیلی با عذاب. بالاتر دیوار مکمه که وزن زیاد بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. بسیار تشکر از قربان. سلامت باشین. لطف شما خیر ببینید. تشکر از شما. بیننده‌های عزیز همراه ما باشین. بسیار جای دیدنیه و خدمت شما هستیم امروز. بیننده‌های عزیز آستاسته البته بازم با آبشار نرسیدیم. چند دقیقه که ما میترکسره به زی طرف بالا میشیم رو به طرف آبشار. منتها اینجگان کمی آبشار است اصلی بزو بالای اینجگان برادرها آمادم فکر کنن که او بزی میکنن. سلام مونده نباشین. مونده نباشین. به عجب جای زیباییه. خوبیم؟ دوست جان شما بخیر باشین. حاجی کاکا خوبیم؟ صحتمند هستیم؟ خیریم. خیلی خوش دیدیم. الحمدلله. بشه نام شریف فرام بدیم. علاوالدین از نیمروز. نام خدا از نیمروز آماده ما. و نیمروز هم همیت جایی هست. داره همیت آبشارا ریگروان هست ریگ هست. چه زن لذت ببردین کاکا آخه مریض نشین. نه انشالله خوب آب هواه. هوا یخ نیه؟ یک خوبه. چند ساعت میشه آمادین؟ 1-2 ساعت میشه. چند نفرین؟ 7-8 نفر هست دوستا. جمعیت خودی شما نه؟ بله. نام خدا بخیر. زنده باشه بخیر. خیلی یخ کرد. خیلی یخ. واقعا بیننده‌های عزیز خیلی یخ کرد. داخل کنیم. ما مسئله ندارم ما ترک کنیم. منطقه که ما اگه خراب نشه. نه انشالله خب دوستان کنار لالا میرین سعی کنیم اینا فکر کنم خوبه میتونه لذت میبرن. به عجب جای مونده نباشید. اگه برون سلامت هستیم. بخیریم. خوش میام به کنار شما. بسر نشید. نه گفتی نیه غم تر نیه. دوستای نازنین واقعا جای زیباییه.
شما داخل درر نگاه کنین. برادرها از ولایت نیمروز آمدم به تفریح. اصلاح شدم مثل می آبشار. چرا لالا به جو بالا نرفتید؟ بالا برفتیم یک کمک برای تفلکایی که داشتیم برای از اینا کمی سخت بود. خب دیگه اومدیم یک کمک آبتنی کنید. خب چرا جانم. خود این لباسا؟ خب یک چیزی هست که بمی از مسئولین عزیز ما خواهشمندیم که اگر هم سرکی نمیکنم یا دیگه چیز نمیکنم این خومک هسته آره. یک کمکی برای از این رسیدگی بکنم یا همین روزای جمعه شبای جمعه یک پیشی لاقل بکنم. ما کلا پرخاک شده بودیم. خب برارم شما گوشی خوب پلا کرکسی بیرو خب میریم از بیرو کردیم جانو. آه. چون دوستا داماد من نیمروز آمده آه. گفتن لاقل بریم آب و هوایی که تا شهر کمک گرمه اینا هم به نیمروز یک در دوزخ میگن نیمروزه اینا را آورده کمک سرد شه دل نایخ شه. نیمروز برندای عزیز ای که گرمه خود جدایه که خیلی قنباده درسته؟ جانو خاک اونجا خیلیه خاک خیلیه. خب خدا کنه که امروز شما جمعیت از این مکان لذت برده باشین برای شما خوش تیر شده باشه. قربان شما زنده بسیار باشید. جای زیباییه. اینجا اگر جا باشه دوستا شما بیاین نگاه کنین اینجا غاره اینجا غاری. آقا خب مونده نباشید. زنده باشید. اول شما خوبه؟ شما خوبه ساتنم. شما میمونو ترک کردین خود شما چه میمونه؟ اینا میمونا مانی ما باند ما جدایه. خب جانا شما از کجا ما اومدید؟ مال از بالا اومدیم. ما هم رفیقان امروزی خورا آوردیم امروز اینجا. پس جداییم خدا. از ما میمونام از امروز آمده. خب رب بدیم چقدر لذت بردیم برو. واقعا خیلی جا خوبی و هوا لوکسی داره جای خوبه. ما هم دعا میکنیم که همیشه برای دوستام و برای همشهریام و همیشه به مثل امروز میله باشه. همیشه میتونه شاد باشم موفق باشم. دوستای نازنین بیاین که خود شما میتونه آسته آسته بالاتر هم بریم. اینجا که خیلی جا مقبولیه جا زیباییه. دلم بهم لندن و مسکو نمیشه دل آرامه به پریس و سوت یک جو نمیشه ای جان محبوب ای تمام ملکای دنیا بگردیم الله نما شما اینیم روزم نمیشه ای نازنینم خدا قسمت کنه دگم شمار ببینم. زنده باد جوانای نیمروز برادرای نیمروز. بسیار تشکر انارداره به جای زیبایی. باید باشیم بیاین کاستاسه بریم رو به بالا بخریم.